اما خیلی میگم خورجون باره حضرت داملوی جون این 5 نفر برادران عزیز و گرامی پیامبر نازنین گفته بود است که اگر علم غیب میشد من اینها را قبلا بشارت به جنت میدادم. حضرت عمر میگم خیلی حدیدش گو جلیبی بزن نمیگیری در مسجد تو گوش کرده است ای گپی مردک کی روان کرده. چهارم آدمی را که پیامبر نازنین گفت اینها را من قبلا مقصد اگر علم غیب پیش میشید بشارت به جنت میدادم. ولی یک قصه خواندم یه روز در همین فیسبوک داد. حضرت گفت من مرا کی زن میتگو من آدمی کم بغلم گفت بعضی همین تلاطم ها و بدبختی هایی که امروز آمده این نه مقاله 3 روزه پیش در رادیو بودی این را هم من گفت پیشکی بشارت میتونم که این هم داخلی جنته. حرفات هرچی رفتیست بیا دختر من در نکاح میدارم. سیوم والمتصدقه بمهرها علی زوجها. سیوم زنی که مهرش در عوض اخلاق توفیق مردک میبخشد. وقتی خواستگار میاد دخترک میپرسد چه خیلی بچه همی میگن که حافظ قرآن هست میگن 5 وقت نمازشو میخونه تا این رو در دست یگان زنی بیگانه را نداشته الحمدلله قرآن خوانه الحمدلله مقصد اخلاق زیبا داره. بعد دخترک میگه که اگر همین آدم که حافظ قرآن باشه همین آدم که مرده که حلال باشه من مهرم در عوض اون بخشیدم من در هیچ مبلغ در کار نیست. همین زن میگه در جنت. ها قصه جلیبی بای میگه پیامبر آمد جلیبی بسیار آدم کم بغل بود. حضرت عمر میگم خیلی حدیدش گو جلیبی بزن نمیگیری در مسجد که جلیبی میگه آدم کم بغل. بعد حضرت گفت من مرا کی زن میتگو من آدم کم بغلم گفت. حضرت میگه تبسم کرده گذشت پگاه دیدش گو جلیبی بزن نمیگیری. گفت حضرت من نه خانه دارم خانم نه مسجده بالیشتم گو نمی دستکامه همین را میمانو خواب میکنم مرا کی زن میته. میگه روزی سیوم گفت جلیبی انا خانه فلان آدم میره خواستگاری میکنی دخترشو برای خودت. جلیبی میگه گفت حضرت او فلانی کجا من کجا او یک آدمی بسیار آدمی با نفوذ است او من دختر نمیته. گفت جلیبی برای به خواستگاری بره. میگه وقتی جلیبی خانه اومد سخن پیامبر برادر عزیز وقتی آمد میگه داخلی خانه شید در تق کرد در آمد دیدن حیران شدن گفتن انا حیران نشین مرا پیامبر روان کرده است برای خواستگاری دختر شما. میگه پدری میگه دختر گفت انا حرفات هرچی رفتیست حرفات هرچی رفتیست. گفت نه پیامبر مرا روان کرد من گفتم که آخی مقصد من لایق به این دربار شما هم نیست مرا شما نمیتین لیکن حضرت روان کرد. میگه همین حرفا من قطعی پدرش همین خیال بود که از داخل ای پشت پرده میگه صدای دختر بلند شد. گفت صدا زده پدر تو گوش کرده است ای گپی مردک کی روان کرده. گپ در سری به کمبغلی و ناداری نرفته اینا پیامبر روان کرده است. من جان و فدای پیامبر من مقصد هر چیزی که باشد همه را بخشیدم بیار جلیبی نفراتا بیار مقصد من راضیم. ولی یک قصه خواندم یه روز در همین فیسبوک داد شدم یه روز همین را خواندم در ایاردانیا یک بچه قطعی یک دخترک هر دوش در بگیم مدینیستود میخونده یم. بعدا بچه در همین دختر قبول شده است میه پیش پدر دختر میگه که همین دختر شما من در معقول من میخوام همین را بزنی بگیرم همین را مهرش میگفتین در اون دولت ها برادر مهر بسیار گرانی بده بسیار قیمت ایزن. بعد میگه مرده گشت گفت که پدرش
گفت مهر دختری من از روی انصاف، لیکن از روی انصاف 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات میفرستی، حساب کرده کی بود کردی بیا دختر من در نکاح میدارم. 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات بفرست، کی بود کردی بیا دختر من تیار. برادرای عزیز، این همه ایمان ای، همه توفیق ای، همه اسلام ای. این آدم ها در این روحیه ها برادر عزیز تربیه میکنن، در این روحیات. مثال از او خیل خواهری که او مثال در دست او میته، این خیل پدری که عاشق مثال صلوات پیامبر، البته ای او فرزندای خیلی به غیرت به دنیا می آید. چهارم آدمی را که پیامبر نازنین گفت اینها را ما قبلا مقصد اگر علم غیب پیش میشید بشارت به جنت میدم. گفت که و رضا عنه ابوا، کسی را که پدر و مادرش ای رضا باشه، کسی را پدر و مادرش از او رضا باشه، این را هم من گفت پیشکی بشارت میتونم که این هم داخل جنته. خوش به حال برادرایی که پدر و مادراتون ای شما اگر راضی بودن و مردن یا باشن از شما راضی هم. پنجم نفری را که پیامبر قبلا گفت و تائب من الذنب، کسی که توبه از گناه میکنه. گناه هایی که کردیم برادر عزیز، لغزش هایی که کردیم، خطاهایی که کردیم، خب رو به قبله میشینیم، بالای جای نماز دو، خب او معصیت هایی را که با خیلی وقتی خوش کردیم، با خنده کردیم، بسیار گوییم با یک وقتی خوش کردیم، گردنه که کج میگیریم پیش الله مهربان و از خدای مهربان خواهش میکنیم که الله مهربان حقیقتا ما یک زمان بسیار بنده بدبختی تو بودیم. امروز خدای مهربان مقصد ما برای توبه کردن اومدیم. الله مهربان گناهایی که کردم، خطاهایی کردم، اگرچه بسیارشا فراموش کردم، لیکن همش نزد تو محفوظم، همش نزد تو عیانم. خدای امور را از من بخش، خدای امور را از من مغفرت کن. ببینیم یک او مولوی دارد میگه ای موی سفید کرده ای نام سیاه، یک چند گریخته ای زی درگاه خدا. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر میخوام. یعنی کرمم بسیاره، بیا عذر خواهی کن، من ترا مقصد به بندگیت قبول دارم. من گناهایی که کردی اگر توبت صدقم باشه همه شبا به حسنات مبدل میکنم. این 5 نفر برادران عزیز و گرامی پیامبر نازنین گفته بود است که اگر علم غیب میشد من اینها را قبلا بشارت به جنت میدادم. همون خواهرایشه، اپایشه، خب چیزایی را که من میدانم و من چیزایی را که دیدستم که امروز مقصد اینه که اگر نه برنامه یکان 3 روزه پیش در رادیو آزادی خوانده باشین مقاله که ماهده 1000 طلاق شدیسته، ماهده 1000 طلاق. اینه نه مقاله 3 روزه پیش در رادیو آزادی، ماهده 1000 طلاق، سالیده 12000 طلاق. همش تأثیری شخصی سیمه، تأثیری شخصی سیمه. برای همین برادرای عزیز و گرامی بسیار در این مسئله اهمیت دادن در کار زندگی ها را مقصد همین چهلی که خیلی که یک دوران اینها را مثال همیشه نصیحت کن در کار، مصلحت کن در کار، سخنهای نیک گفتن در کار، کمتر زمان هم دیگر شدگی، کمتر مقصد تغییرات های زیاد پیدا شدگی. برای به همه یعنی امروز مثال چکو کن در کار، مساعدت کن در کار، موافقت کن در کار. تو برادر عزیز فرزندای ما خدا پرده کنه بچه که ما تو مثال وقتی زن سر میده یا دختری ما تو وقتی دیوا میشود خب بیره بسیار مصیبتی کلانه به خدا.
بسیار تاثیر کلان روانی در دخترک در بچه‌ک تاثیر میکنه. همش اگر ببینین خاطر دین نیست. یگان تایمی را من چندی طور نه به خاطر نماز نیست، به خاطر خدا نیست، فقط به خاطر اینمی دنیای، به خاطر رشکای، به خاطر اینمی نفسای، به خاطر اینمی قدر چیزای. برای ما از خدای مهربان هم خواهان می‌کنیم که الله مهربان اختیار همی خواهر ما و دادن ما نیک باشند و خداوند زندگیشون خوب کنن، زندگیشون نیک کنن. بعضی همین تلاطم ها و بدبختی هایی که امروز آمده خدای مهربان این دامن خواهری ما و دادری ما نگیرد و خوشبخت شوند، زندگی خوب شون تی الله مهربان و آنچه رو که شنیدیم خدای مهربان توفیق عمل کردن شد بر ما نصیب کنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.